نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید، هر روز و لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت آیات قرآن کریم و تدبر در معانی آیات آن زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر توفیق نصیب راه ما گردان تا به همراه جمع همکاران و عزیزان و شما خوبان و سروران در برنامه دیگر از برنامه‌های حفظ قرآن کریم گرد هم بیاییم برای تدبر بیشتر در آیاتی دیگر از سوره مبارکه حج در امتداد برنامه حفظ کلام الله مجید از ابتدای قرآن کریم تا سوره مبارکه حج آیه 7 از سوره مبارکه حج همراه شما عزیزان پیش رفتیم. در میانه های جزء 17 کلام الله مجید به یاری الله متعال در این برنامه هم تا جایی که فرصت برنامه اجازه بده به همراه شما خوبان و سروران این مسیر رو ادامه خواهیم داد، از اونجایی که فهم آیات و تدبر در آیات بسیار به ما کمک خواهد کرد در حفظ آیات و هدف اصلی از حفظ قرآن کریم هم فهمیدن و عمل کردن به آن است. ما اکثر وقت برنامه حفظ قرآن رو اختصاص میدیم به شرح آیاتی که قراره به همراه شما عزیزان در فاصله برنامه این هفته تا برنامه بعد به خاطر بسپاریم و انشاءالله بعد از یک میان برنامه به همراه شما خوبان و سروران از آیه 8 به بعد سوره مبارکه حج در خدمت شما خوبان و سروران خواهیم بود و تدبری خواهیم داشت به همراه شما عزیزان در معانی این آیات. همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و با تکبر از مردم روی مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو. بیگمان الله هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا
بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. با عرض سلامی دوباره خدمت شما خوبان و سروران. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان سوره مبارکه حج رو آغاز کردیم، سوره‌ای که به نام یکی از ارکان مهم دین مبین اسلام هست و میشه گفت از بین ارکان دین مبین اسلام بعد از کلمه شهادتین، نماز، روزه، زکات و حج، یکی از این ارکان فقط سوره‌ای به نام خود دارد و آن سوره مبارکه حج است. فقط حج است که ما در بین سوره های کلام الله مجید به نام یکی از ارکان داریم. درباره نماز، روزه و زکات گرچه آیات فراوانی درباره نماز علی خصوص و زکات داریم، اما سوره به نام نماز یا صلات به تعبیر قرآنیش و یا زکات و یا صوم یا صیام نداریم در قرآن کریم و تنها سوره مبارکه حج است که به یکی از ارکان دین مبین اسلام نامگذاری شده این سوره. در سوره مبارکه حج دیدیم که الله متعال آغاز این سوره رو با توصیفی از صحنه عظیم قیامت برای ما بیان فرمود و اشتراک بسیار عجیبی است و نزدیکی بسیار عجیبی، شباهت بسیار عجیبی بین حج است و مراسم حج و قیامت. بر پایه قیامت از این دنیا در کندن و داخل شدن در عالم دیگر، حشر شدن از قبرها در صحرای محشر و اون جنب و جوش گرد هم آمدن انواع مختلف مردم از قومها، رنگها، تیرهها، نژادها در کنار هم در یک صحرا، گویی که عرفات و اون کفن پوشانی که از گوشه و کنار دنیا در عرفات جمع شده اند و مشاعر دیگر و خود این کفن پوشیدن و دل کندن از خانه و خانواده و شهر و دیار و کار و زندگی و رفتن به مکه مکرمه و چند روز رو همه با هم در یک مسیر حرکت کردن، گویی همه اینها نشانه هایی از اون قیامت و از اون اتفاقهایی است که پیش روی ما خواهد آمد در پایان عمر این قسمت دنیای ما و انتقال به عالم دیگر. در سوره مبارکه حج الله متعال بعد از آن که برای ما از قیامت صحبت فرمود، درباره کسانی صحبت کرد که انکار میکنن نشانهای قیامت رو، نشانهای الله متعال رو و حتی وجود الله متعال رو. الله متعال برای آنها مثالی ذکر کرد و تمام انسانها رو به تدبر فراخواندن، شیوه خلقت آنان که چگونه خلق شدن و عجایب موجود در خلقت از خاک و بعد سپس خلقتی که با یک نطفه آغاز می شود و تبدیل به علقه و مضغه میشه و در رحم میماند تا زمانی مشخص و معین، سپس متولد می شود و بعد از آن بزرگ میشه انسان. بعد از بزرگ شدن به سنی میرسه احیانا از پیری و فرتوتگی که دیگر چیزی رو به خاطر نداره، همون گونه این که در آغاز تولد چیزی به خاطر نداشت و در این میان عده‌ای به این سن هم نمیرسن و از دنیا میرن و الله متعال باز برای ما زمین مرده رو مثال زد که چگونه او رو زنده می کند و از اون برای ما گیاهانی با ترابت و محصولاتی فراوان رو خارج میکنه به وسیله آبی که میفرستد و همه اینها رو الله متعال فرمود به خاطر این هست این نشانه ها تا یقین بکنید که الله متعال حق است و او مردگان را زنده می کند و او بر هر چیزی قادر است و اینکه قیامت آمدنی است و شکی در آن نیست و اینکه الله متعال زنده خواهد کرد و دوباره برمی انگیزد هر آن کسی رو که در قبر است. به تعبیر عمومش و به معنای دقیق ترش همه کسانی رو که از دنیا می روند و از بین می روند و در ظاهر جسد آنها خاک میشه و خاکستر می گردد، الله متعال دوباره ما رو زنده خواهد کرد، همه ما رو، همه انسان ها رو و دوباره عالم دیگری ما
دنیای دیگری رو تجربه خواهیم کرد و مرحله دیگری از زندگی خود. در آیه 8 بار دیگر الله متعال به کسانی اشاره می فرماید که در برابر این آیات و نشانه های واضح و آشکار موضع می گیرند و به جدل می پردازند. در آیه 8 این گونه می خوانیم که الله متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. و عده‌ای از مردم هستند و من الناس و از میان مردم کسانی هستند، از میان انسان ها و جن ها کسانی هستند که اون کسانی که یجادلون و من الناس از میان مردم، من یعنی از، من یعنی کسی، و من الناس از میان مردم کسانی هستند، کسی هست که یجادل فی الله مجادله میکنه، جدال میکنه، بحث میکنه، سر ستیز داره در باره الله متعال. فی الله در باره الله متعال. کسانی هستند که درباره الله متعال به بحث و مجادله میپردازند درباره وجودش، درباره توحیدش، درباره وحدانیتش بحث میکنن، جدال میکنن، انکار میکنن به غیر علم، بدون علم. این کاری که اینها انجام میدن بر اساس هیچ دلیل علمی هم نیست، هیچ دلیل عقلی که قابل پسند باشه و بشه که او رو قبول کرد هم ندارن. به غیر علم، بدون علم، ولا هدن و حتی هیچ هدایتی هم اینها ندارن، نه علمی دارن، نه دلیل عقلی قابل پسندی، نه دلیل نقلی. هدن میتونه اینجا مراد از هدن دعوت و رسالت انبیا باشه، ولا هدن هدن و نه هیچ هدایتی رو به همراه خود دارن برای این استدلال خود، ولا کتاب منیر و نه هیچ کتاب روشن و روشنگری که بشه از اون استفاده کرد و دلیل آورد. ولا کتاب مبین منیر، ولا کتاب منیر و نه کتاب روشنی. منیر از نور گرفته میشه به معنای روشنی. کسانی جدل میکنن، الله متعال میفهمند درباره الله متعال، همه کسانی که درباره وجود الله متعال، درباره صفات الله متعال، درباره وحدانیت الله متعال جدل میکنن و بحث میکنن، از این قاعده مستثنا نیستند. اینها برای اثبات آنچه که میگویند هیچ دلیلی ندارند. به غیر علم هیچ دلیلی ندارند که بشه با عقل اون رو پذیرفت. از دلایل عقلی هم بگذاریم، ولا هدن دلیل نقلی هم ندارن. یعنی برای توجیه شرک هایی که انجام میدن، برای توجیه خرافات و بدعاتی که در ارتباط با توحید الله متعال دارن، با تو جدل میکنن. شرکی رو که انجام میدن دارن توجیه میکنن. فالله درباره الله، الله متعال، خلقت به دست الله متعال است، تصرف در امور عالم به دست الله متعال است، تدبیر امور عالم به دست الله متعال است که ما این موارد رو به نام توحید ربوبیت میشناسیم. توحید ربوبیت، توحید الوهیت یعنی فقط تنها ذاتی که شایسته عبادت است الله تعالی است و هیچ ذات دیگری شایستگی عبادت شدن رو نداره و کمک خواستن و به فریاد خواستن. و توحید در اسما و صفات، هیچ ذاتی در صفاتش، در نامهای خودش و در صفاتی که داره به مانند الله متعال نیست. هیچ ذاتی ولم یکن له کفوا احد، کفوا احد، هیچ کسی همذات الله متعال نیست، به مانند الله متعال در صفات نیست. لیس کمثله شیء، به مانند الله متعال هیچ کسی نیست. اینها کسانی که درباره الله متعال با تو جدل میکنن نه دلیل عقلی دارن برای اثبات گفته های خود، نه برای اثبات شرکیات خود. کسانی که ادعا میکنن
که الله متعال بندگانی داره که اونها اختیاراتی داده که صاحب زمان هستن و صاحب مکان هستن و دخل و تصرف دارن، عالم به غیب هستن، عالم به اسرار هستن، شفا میدن، کور مادرزاد رو یا فلج رو یا شل رو رزق و روزی میدن، فرزند میدن و ادعاهای باطل دیگری رو که درباره انسانها و اولیای الله متعال دارن. اینها هیچ دلیلی از دلیل نقلی هم ندارن، یعنی از هیچ پیغمبری، از هیچ وحی اینها دلیل ندارن. ولا کتاب منیر، نه در قرآن کریم نه در کتاب‌های دیگر برای اینها هیچ دلیلی وجود نداره. همه اینها چون منکرین وجود الله متعال که ادعا میکنن با عقل میشه پذیرفت که خدایی وجود ندارد، این عقلشون به درد خودشون میخوره. نه اینها میتونن با عقل ثابت بکنن آنچه میگویند، نه مشرکین میتونن با یک روایت نقل صحیح، با یک نقل صحیح از کتاب و سنت صحیح، از کتاب الله، کتاب منیر و یا هدا، هدایت، سنت رسول علیه السلام ثابت بکنن آنچه رو که ادعا میکنن. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. همه کسانی که درباره الله متعال، وجود الله متعال، درباره صفات الله متعال، درباره اینکه الله متعال تنها ذات مورد پرستش و شایسته پرستش است، تنها ذاتی است، تنها معبود به حقی است که باید پرستیده شود، باید ندا شود و باید از او خواسته شود. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها فقط تو رو عبادت میکنیم و تنها از تو میخوانیم، از تو میخواهیم و از تو استعانت میجوییم، تنها شایسته الله متعال است. همه مخالفین این باور توحید به معنای مختصرش، تمام مخالفین توحید در تمامی اقسامش و جزئیاتش نه دلیلی دارن عقلی، نه دلیلی دارن نقلی، نه دلیلی دارن از وحی آسمانی. یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. اینها چیکار میکنن؟ هدف اینها چیست؟ وظیفه اینها چیست؟ ثانیه فیه لیضل عن سبیل الله. این انسانی که جدال میکنه درباره توحید الله متعال بدون علم و هدایت و وجود یک کتاب روشنی برای اثبات ادعای خود، ثانیه عطف فیهم، میگرداند. ثانیه اینجا به معنای گرداندن هست. ثانیه عطف فیه، عطف به معنای پهلو، عطف فیه پهلوی خود رو، ثانیه عطف فیه میگرداند پهلوی خود رو، یعنی روگردان میشه، روی گردانی میکنه. کنایه است گرداندن پهلو به معنای روگردانی است. روی گردان میشن از توحید. چرا؟ لیضل، تا گمراه کند، عن سبیل الله، تا گمراه بکنه از راه الله متعال مردم رو. هدفش گمراه کردن است. اینها به دنبال اینن مردم رو گمراه بکنن، مردم رو از راه توحید به در بکنن و از این راه به نان و نوایی میرسن. مصلحت دارن به نام اینکه اینها نائب اولیای خدا هستند، اینها وارثین آن بزرگان هستند. برای خود بازار درست کردن، دکان باز کردن به نام استغاثه، به نام توسل، به نام کمک خواستن و فریاد خواستن. چه کسانی که در لباس کشیش و راهب در بین مسیحیت و یهودیت آمدن و ادعای نیابت اولیای خدا رو کردن، و چه کسانی که به نام نائب امام فلان و امام فلان یا نائب فلان پیر و فلان خلیفه و فلان فلان و فلان میآیند و از مردم میگیرن مالشون رو، جانشون رو و دست دراز میکنن به ناموسشون. همه اینها هدفشون گمراه کردن مردم است. بازار گمراهی باید پر رونق باشه تا اینها بتونن که به اهداف شومشون برسن. ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله. هدف اینها گمراه کردن مردم است. وقتی مردم هدایت بشن، بازار اینها به هم میرسه. دیگه نمیتونن بر مردم حکمرانی بکنن. به چه نامی باید حکمرانی بکنن؟ دیگه نمیتونن از احساسات پاک مردم سوء استفاده بکنن. دیگه نمیتونن دست رنج مردم رو به نام خمس و به نام حق امام و
به نام حق عیسی و به نام حق موسی و به نام حق پیر و پیرخانه و فلان از مردم بکنن و بدزدند و بخورند. دیگه نمیتونن که به نام دین بر ناموس مردم مسلط بشن و به نام دین بر مردم حکمرانی بکنن. ثانی عطفی، همه کسانی که از راه توحید به در رفتن حکایتشون این گونه است. ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله، تا اینکه مردم را از راه الله متعال بیرون بکنن، روی گردان شدن از توحید، جدال میکنن با تو بدون دلیل، به غیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، هیچ دلیلی هم ندارن، نه نقلی نه عقلی، نه دلیلی از وحی آسمانی، به خاطر اینکه مردم رو گمراه بکنن و به نوایی برسند. لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی، برای هر کسی که این کار رو انجام میده، برای هر کسی که مردم رو گمراه میکنه از راه الله متعال و هیچ دلیلی برای کار خودش نداره، خزیان فی الدنیا له فی الدنیا خزیان، در دنیا برای او خاری است، ذلت است، ذلت و خاری به سراغ این خواهد آمد. دیر یا زود الله متعال مهلت میده اما فراموش نمیکنه. الله متعال برای کسانی که مخصوصا در این مسیر قرار دادن مهلت میده. له فی الدنیا خزیان، در دنیا برای او خاری و ذلت هست. بسیار میبینیم کسانی رو که الله متعال مهلت میده به اونها. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، در آیه 178 سوره مبارکه آل عمران. الله متعال میفهمد کافران که مصداق این آیه هستند، کسانی که از راه الله متعال گمراه شدن و گمراه میکنن دیگران رو، گمان نکنن که الله متعال اگر به اونها مهلت میدهد خیر آنها رو میخواد. نه، به اونها مهلت میده تا بیشتر گناه بکنن و این بیشتر گناه کردن سرانجام در دنیا هم، همین دنیا الله متعال به اونها فرصت میده وقتی گناه کردن در آخرین لحظه چنان اونها رو عذاب میکنه، چنان به سراغ اونها میاد مرگ که غافلگیر میشن و میمانن، ذلت، خاری، رسوایی در همین دنیا به سراغ اونها میاد. له فی الدنیا، برای هر کسی که در این مسیر قرار بگیره، فی الدنیا خزی و نذیقه، میچشانم من الله با عظمت این شخص رو یوم القیامت، روز قیامت، عذاب الحریق، در آن سرا، در آن روز عظیم بعد از حشر دوباره در صحرای محشر و روزهای پس از آن، ایام بعد از آن، و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، من الله با عظمت میچشانم این شخص رو روز قیامت عذابی حریق، از احراق گرفته میشه. حریق معنی سوختن، عذاب الحریق عذابی که میسوزاند، عذابی سوزان. کسانی که در دنیا سعی میکردند تا دل موحدین را بسوزانند با تهمت‌های خودشون، با شبهاتی که مطرح میکردند، با دروغ‌هایی که میگفتند، با دشمنی که با توحید داشتن، اون حرارت ایمانی مؤمنین رو در دلشون به جوش می آوردن تا اونها را بسوزانند. الله متعال میفهمد من آنها را می سوزانم روز قیامت. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، می چشانم به او عذابی سوزان روز قیامت. این حقیقتی است غیر قابل انکار، این واقعیتی است، این آینده تمام کسانی است که از راه توحید بیرون شدن و نه تنها بیرون شدن، از راه توحید مردم را منع میکنن بدون دلیل، بدون علم و هدایت و کتابی روشن، به غیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. تمام مشرکین نه دلیل عقلی دارن، نه دلیل نقلی دارن، نه دلیلی از وحی آسمان. اینها لهم فی الدنیا خزیون و نذیقه له فی الدنیا خزیون و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. وقتی در آتش دوزخ می افتد این شخص، این مشرک، این کافر، این منافق، این کسی که از راه توحید باز می داشت دیگران رو، ذلک بما قدمت یدک، آن لحظه به او گفته خواهد شد، ذلک، این عذاب به ما به سبب آن چیزی است که قدمت، پیش فرستاده است، یدک، دستان تو، دو دست تو، آنچه که پیش فرستادی با دست خود، این عذاب
به خاطر آن است. دست، پیش فرستادن دست به این خاطره که غالبا اکثر کارها با دست انجام میشه و اینجا مراد کل بدن است. هر آن چیزی که تو کسب کردی، چون بیشتر کارها با دست انجام میشه میگیم کسب دست طرف. آنچه با دست خودت انجام دادی، مراد تنها دست نیست، تمام وجود و جوارح، قلب، مغز، چشمانش، گوشش، زبانش، دستش، پاهاش، تمام اندامهای بدنش، جسم و روحش، همه آن چیزی که پیش فرستادن. ذلک بما قدمت یدک، این به خاطر آن چیزی است که پیش فرستاده بودی. خودت اینجوری خواستی، خودت نخواستی که توحید رو قبول کنی، دشمنی کردی با توحید و مردم را از راه بدر کردی. گناه تو و گناه هر کسی که از راه بدر کردی، بدون آن که از گناه اونها چیزی کم بشه، یک نسخه از گناهشون به حساب تو هم نوشته میشه. عذاب الحریق، میچشی عذاب سوزان رو و گفته میشود با آنان ذلک بما قدمت یدک، این به خاطر آن است که به تو، به خاطر آن چیزی است که تو پیش فرستاده ای. و ان الله، و مطمئن باش که الله لیس، و ان الله لیس بظلام للعبید، و الله متعال نیست، و ان الله لیس بظلام للعبید. فکر نکن که الله متعال برای تو ظلم کرده است، الله متعال در حق تو ظلم میکنه. هرگز الله متعال این گونه نبوده است. ذلک بما قدمت یدک و ان الله لیس بظلام للعبید، و الله متعال این گونه نبوده است هرگز که ظلم بکنه برای بندگانش. الله متعال به هیچ کسی ظلم نمیکنه. الله متعال ذره ظلم نمیکنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله متعال حتی ذره هم به کسی ظلم نخواهد کرد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبید و من الناس من یعبد الله على حرف. الله متعال میفهمد عده دیگری هستند و من الناس، عده دیگری هم هستند که یعبد الله على حرف. آنچه در 3 آیه گذشته ذکر کرد الله متعال، اینها گروهی بودند که صراحتاً دشمنی داشتن با توحید و منع میکردن دیگران را از مسیر توحید. از آیه 8 تا آیه 10 که در دوزخ میروند و به اونها گفته میشود این به خاطر آن چیزی است که پیش فرستاده اید و الله متعال به هیچ کسی ظلم نمیکنه از بندگانش. و ان الله لیس بظلام للعبید. گروه دوم کسانی هستند و من الناس، و عده دیگری از انسان ها هستند، اینها منافقن. اینها کسانی هستند که ظاهرا ایمان آوردن و به الله متعال باور دارن و شروع میکنن به عبادت کردن. این آیه خیلی مهمه. کسانی که شاید خدای نکرده من و شما هم جز این گروه قرار بگیریم. و من الناس، عده‌ای از مردم که صفاتی دارن، یک صفت بسیار خطرناک. اینها عبادت میکنن اما عبادتشون عبادت عجیبی است. اینها الله متعال رو عبادت میکنن اما با یک صفتی عجیب. و من الناس من یعبد الله على حرف، و عده‌ای از مردم هستن که عبادت میکنن، یعبد الله، عبادت میکنن، على حرف، بر حرف. چند معنی داره؟ یکی بر لبه، علی حرف یعنی با لبه، بر لبه. علی حرف به معنای دیگرش علی شرط، با شرط عبادت میکنن الله متعال رو با شرط و شروط. یکی عبادت معنای دیگرش علی حرف با شک و تردید، عبادت میکنن الله متعال رو با شک، با شرط و بر لبه. یعنی چی بر لبه؟ اینها مثل کسانی میمونن که یک لبه ایستادن، لبه بامی، پرتگاهی، یک ضربه کوچکی به اینها بخوره پرت میشن، سقوط میکنن. یا مثل سربازی که در میدان جنگ یک گوشه ایستاده و نظاره‌گر میدان جنگه. اگر آنچه که انتظار داشت از این جنگ که پیروزیه، اگر پیروزی به دست آمد، شرکت میکنه در جنگ
میاد در بین سربازها تا از اون غنایم، تا از دستاوردها، تعریف و تمجیدها، تا پاداشهایی که به این سربازها داده میشه بهره مند بشه. اگر دید لشکر داره شکست میخوره و برخلاف میلش داره مسیر جنگ پیش میره و مبارزه میدان رو ترک میکنه و فرار میکنه. الله متعال میفهمد یک عده الله رو این گونه عبادت میکنن، میان در میدان قرار میگیرن. اینها وقتی عبادت میکنن، اگر فإن أصابه خیر و من الناس من یعبد الله علی حرف، عده‌ای هستن که الله متعال رو در لبه ها، در کناره ها عبادت میکنن. فإن أصابه خیر، اگر به این شخص خیری رسید، اطمأن به، اگر بهش خیری برسه مطمئن میشه به اون، به این مسیر عبادتش رو ادامه میده. اگر خیلی بهش رسید، زندگیش خوب شد، وضعیتش خوب پیش رفت، ادامه میده عبادتش رو. و این اصابته فتنه، اما اگر فتنه‌ای بهش رسید، مصیبتی، مشکلی، سختی سراغش اومد، انقلب علی وجهه، این انسان انقلب، برمیگرد به روی خودش، علی وجهه، بر روی خودش برمیگرده عقب، روی گردان میشه. انقلب علی وجهه یعنی که رویش رو برمیگرداند. عده‌ای از انسان ها الله متعال میفهمد الله رو به شرط عبادت میکنن. یعبد الله علی حرف، الله متعال رو با حاشیه، در حاشیه عبادت الله متعال رو گوشه کنارها گذاشتن، شرطی عبادتشون. اگر وضعش خوب شد عبادت میکنه، میگه خب میام میخونم، نماز میخونه، روزه میگیره، دعا میکنه، تلاوت میکنه. اما چرا؟ به این خاطر که قراره به یک منفعتی برسه، میخواد به یک منفعتی برسه، دعا میکنه تا به این منفعت برسه، تلاش میکنه تا به این خوبی برسه. اگه رسید ادامه میده، اگه نرسید دیگه نمیخونه، نه نماز میخونه، دیگه نه روزه میگیره، دیگه نه دعا میکنه، ول میکنه. اصلا دختر خانومی میخواد پسری رو ازدواج بکنه، آقا پسری میخواد دختری رو خواستگاری بکنه، باش ازدواج بکنه، میدونه که فلانی دیندار است، یا اصلا میخواد یک مدت یک دوره تقوایی رو، شنیده که تقوا درهای بسته رو به روی انسان باز میکنه، شروع میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، به این نیت که به اون دست پیدا بکنه. وقتی بهش دست پیدا کرد ادامه میده برای دست یافتن به چیزهای دیگری. اگر دست پیدا نکرد، اگه نرسید، اگه کسی دیگه رفت خواستگاری این دختر خانم، اگه اون آقا پسر با کسی دیگه عقد کرد و ازدواج کرد و رفت، این دیگه نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه دعا میکنه، یا دعا میکنه برای هیچ غیر از این موارد مشکلی داره، دعا میکنه 1 روز، 2 روز، 3 روز. بعد از اینکه چند روزی گذشت، ان اصابه خیر اطمأن به، اگه اون چیزی که میخواست شد، دعاش مستجاب شد، ادامه میده. و این اصابته فتنه، اما اگر نشد اون چیزی که میخواست، بدتر شد وضعش، ول میکنه، نماز رو هم ول میکنه، دعا رو هم ول میکنه، قرآن رو هم ول میکنه، دینش رو هم ول میکنه. بعضی ها عبادتشون شرطیه، برای الله تعالی شرط تعیین میکنه این طرف، اگه به من دادی آنچه میخوام عبادت تو میکنم. معناش اینه، غیر مستقیم گرچه به زبان نیاره اما زبان عملش اینه، با شرط عبادت میکنه الله تعالی رو. اگه در زندگیش خوبی رسید ادامه میده، نماز میخوند، روزه میگرفت تا وقتی که وضعش خوب بود. همین که آزمایش‌های الله تعالی شروع شد، همین که الله تعالی اون در سختی‌ها گذاشت، همین که الله تعالی مشکلات سراغش آورد، بیماری سراغش آورد، سختی آورد، مشکلات مالی آورد، مشکلات جانی آورد، مصیبت آورد، ول میکنه، نماز هم دیگه نمیخونه، روزه هم دیگه نمیگیره، دعا هم دیگه نمیکنه، انگار که اصلا الله تعالی رو نمیشناسه، میره سراغ گناهان، میره سراغ معصیت‌ها. این انسان وقتی میبینه تعجب میکنه، چرا این کارو کردم، هرچی نماز خوندم اینطور نشد، این همه نماز خوندم، این همه روزه گرفتم، این همه ذکر کردم، این همه صدقه دادم، وضعیت من بدتر شد. اینها الله تعالی را به شرط عبادت میکنن، گویی برای الله تعالی تعیین تکلیف میکنن. مثل این که با دوستانشون این کارو میکنن، خونه من بیای خونت میام،
اگه رفت مهمونی انتظار داره اونم بیاد. اگه فلانی رو دعوت کرد انتظار داره دعوتش کنه. چون فلانی خونه من نیاد، من هرگز نمیرم خونش. چون فلانی جواب سلام من نداده، منم نمیدم. چون فلانی این کار نکرده، منم این کار نمیکنم. اینها رابطه هاشون همه شرطیه. خوب باشی خوبم، بد باشی بدم. پیش خودشون به الله تعالی فکر میکنن که اگر الله تعالی بر اساس حکمتی که میداند دعاشون رو قبول نکرد، پس بدی بهش داده، پس منم حالا که تو نمیدی منم نمیدم. در برابر الله تعالی اینطوری برخورد میکنن. عبادتشون عبادت شرطی است. یعبد الله علی حرف. الله تعالی رو به شرط عبادت میکنن، با شک و تردید. انگار که شک دارن به الله تعالی. انگار که شک دارن الله خالق آسمان ها و زمین است. انگار که شک دارن الله تعالی ارحم الراحمین است. انگار که شک دارن الله تعالی عادل است. عدل میکنه، به کسی ظلم نمیکنه. حکمت داره. عالم به غیب است. خیر من رو میخواد. اگر به من چیزی نداد، حتما چیزی میداند. اینا اگر خوبی دیدن ادامه میدن. بدی دیدن، مصیبت دیدن، همه چیز رو ول میکنن. اینها منافقن. اینها منافق صفتن. و من الناس ما یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به. اگر خوبی رسید خوبه، اینجا ادامه میده تا بیشتر بهش برسه. اگر الله تعالی آزمایشش کرد، این مسیر آزمایش است. الله متعال برای هیچ کسی در مسیر توحید ضمانت نکرده که هیچ مشکلی در زندگیش نیاد، هیچ سختی نیاد، هیچ آزمایشی نیاد، بلکه عکس این حکایت است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها فکر کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم همینجوری ول میشن، به آزمایش نمیشن؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله متعال کسانی که قبل از شما بوده رو آزمایش کرده. فلا یعلمن الله الذين صدقوا ولا یعلمن الكاذبین. تا راستگو از دروغگو مشخص بشه. در آزمایش ها و سختی ها مشخص میشه تو واقعا به الله ایمان داری یا نه، واقعا دعا میکنی یا نه، واقعا عبادت میکنی یا نه، خوب هستی یا نه. وقتی که دماغ چاق، کیف کوک، جیبت پر، خب اون موقع دیگه اگه عبادت نکنی که خاک به سر همچین انسانی، با عرض پوزش از این تعبیر، اون موقع دیگه واقعا به حال این انسان باید گریست. عده‌ای از انسان ها متاسفانه الله متعال میفهمد این گونه عبادت میکنن، نه که اینها منکر باشن. گروه اول منکر بودن، جدال میکردن درباره الله تعالی. اینها جدال نمیکنن، یعبد الله، عبادت میکنه طرف. و من الناس من یعبد الله علی حرف. اما این عبادت شرطیه. هر وقت خوب بود عبادت میکنه، بد بود نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره. چرا روزه رو میخوری؟ پارسال که گرفتم چی شد؟ چرا نماز ول کردی؟ این همه نماز خوندم چی شد؟ اینها خطرناک. چرا؟ الله متعال میفهمد این انسان سرانجامش چیه؟ خسر الدنیا والآخره. این انسان دنیا و آخرت رو از دست میده، هر دوتاشو. خسر الدنیا والآخره. دنیا رو به این خاطر از دست میده که پریشانه، نگرانه. ایمان انسان رو در برابر آزمایش ها و سختی ها محکم میکنه. انسان مؤمن خوبی برسه شکر میکنه، مشکلی بیاد، مصیبتی بیاد، سختی بیاد، صبر میکنه. صبر در مصیبت انسان رو آروم میکنه. انسان در برابر مصیبت مقاوم میشه، پریشان نمیشه، مضطرب نمیشه، دلهره پیدا نمیکنه، دست و پاشو گم نمیکنه. آرام، ایستاده، راست قامت. هیچ طوفانی نمیتونه خمش کنه. در زندگی آرامه. ولو اینکه جیبش خالیه، ولو اینکه در قعر چاهی افتاده و مانده یوسف علیه السلام، یا در گوشه زندانی افتاده همین یوسف علیه السلام، باز فرقی نمیکنه که بر تخت شاهی بشینه همین یوسف علیه السلام، باز آن یوسفی که در قعر چاه است با آن یوسفی که بر تخت شاهی نشسته فرقی نمیکنه. جنتش در داخل قلبش است، قصرش داخل قلبشه، بهشتش داخل قلبشه. اما اگر از اینها دور شد، دنیا رو قبل از آخرت از دست داده، چون در دنیا پریشانه، مضطربه، نگرانه، نمیدونه چطور خودش آروم بکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب با ذکر الله تعالی آرام میشه. اون ذکری که فقط به خاطر الله تعالی است، نه به خاطر شرط و شروط گذاشتن بر الله تعالی، نه به خاطر منافع دنیوی، نه به خاطر به دست آوردن فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز. انسان آزمایش میشه در زندگی. اگر این گونه بود که ان اصابه خیر اطمئن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه، موقع میشه خسر الدنیا والآخره، آخرت رو از دست داده. ذلك هو الخسران المبین. این اون زیان آشکار و واضح اینه. اصل ضرر اینه که انسان
عبادت بکنه و به جایی نرسه، ول کنه وسط راه. این ضرر آشکار اینه، دنیا و آخرت رو از دست بده. این گونه راه رو حرکت کرده، اومده وسط را یک دفعه جا میزنه. این زیان بزرگی است. الله متعال ما و شما رو نجات بده از این حکایت، از اینکه الله متعال رو با شرط عبادت کنیم، با شرط عبادت کنیم و توحید ما در برابر الله تعالی مشکل داشته باشه. این همون کسانی هستن که سعی بیهوده میکنن در زندگی دنیا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما را آگاه نکنم به زیان بارترین کارها؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، کسانی که سعی بیهوده میکنن در زندگی دنیا. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و آنها گمان میکنن که دارن عبادت میکنن. اینها صفات دیگری که دارن چیست؟ یدعو من دون الله، به سراغ غیر الله هم میرن. تا یک کمی عرصه بر اینها تنگ میشه، میرن سراغ این اون، یا فلان مدد یا فلان مدد. سر قبر اینم میره، سر قبر اونم میره، پیش اینم دست میندازه، پیش اونم دست میندازه. فکر میکنه که اگر الله تعالی براش مشکل و مصیبتی آورد، غیر الله تعالی میتونن که مشکلش رو حل کنند. یدعو من دون الله، میخواند غیر الله متعال رو. من دون الله یعنی غیر از الله تعالی. دون دو معنا میده کلمه دون. یک همون بدون خود ماست، در لغت فارسی استفاده میکنه. هم اومدن مثلا بدون فلانی، یعنی به غیر از فلانی. دون در فارسی به معنی غیر استفاده میکنیم ما. بدون فلانی به غیر از فلانی. من دون الله در این تعبیر میشه به غیر الله، غیر از الله متعال، یعنی تمام مخلوقات الله تعالی. معنی دیگری دون داره کلمه دون که باز در فارسی ما متداوله و استفاده میکنیم. دون معنی فرومایه، در رتبه و مقام پایین تر از کسی بودن، پایین مرتبه. دون یعنی پایین مرتبه. این معنی رو هم اگر برای من دون الله استفاده بکنیم، یعنی پایین مرتبه تر از الله تعالی، باز میشه اون معنای اول، یعنی غیر از الله تعالی، یعنی تمام مخلوقات الله تعالی. من دون الله معناش اینه، یدعو من دون الله، غیر الله متعال رو میخواند. یعنی که میخواد از اونها کمک میگیره، یا فلان مدد، معناش همینه. غیر الله تعالی از ملائکه بگیریم، از جبرائیل امین علیه السلام تا به انبیا که در رأس همه انبیا محمد مصطفی علیه السلام است و دیگر اولیا که پایین مرتبه تر از ایشانند. انبیا، اولیا، امامان، شهدا، صدیقین، هر کسی که تصور بکنیم من دون الله است. یدعو من دون الله، میخواند غیر از الله رو، کسانی رو که این برای چی رفته پیش غیر الله؟ چرا کسانی میرن پیش غیر الله، پیش فلان امام، فلان پیغمبر، فلان جن، فلان ملک، فلان موجود دیگر، ستاره، ماه، خورشید، گاو هستن دیگه، همه اینا پرستیده میشن متاسفانه الان. به چه نیتی میره طرف؟ یا این ضرری متوجه شخص است که میخواد که اون قدرتی که فکر میکنه میتونه غیر الله تعالی این ضرر رو از او دفع کنه، اون ضرر رو دفع بکنه، و یا یک منفعتی میخواد در زندگی خود بیاره که نمیتونه اون منفعت رو کسب بکنه، یک فایده‌ای، هدفی داره، فایده‌ای داره، میخواد اون رو جلب بکنه و فکر میکنه این غیر الله میتونه که اون منفعت رو براش کسب بکنه، میره پیش اونها. یدعو من دون الله، میخواند، دعا میکنه، طلب میکنه از غیر الله بلا استثناء. هر کسی رو که هر کی میخواد اسم بگیره در این هست، از تمام انبیا و اولیا و ملائکه و جن و انس، همه در این آیه داخلن. هر کسی که به غیر الله مراجعه میکنه و از او کمک میخواد و در حیطه اختیار اون نیست. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، میخوانه غیر الله متعال رو، آن چیزهایی رو میخواند که لا یضره، آن شیئی که میخواند، آن شخص، آن چیز نمیتونه هیچ ضرری به این برسانه. و ما لا ینفعه،
و میخواند آن چیزی رو که نمیتواند به اون نفعی برساند. اینها به سراغ کسانی میرن که الله متعال میفهمد نمیتونه به شما ضرری برسانه. چرا میری پیشش؟ میترسی ازش؟ چرا از فلانی کمک میخوای؟ چون ازش میترسی؟ الله متعال میفهمد هیچ کسی غیر از الله متعال نمیتونه به شما ضرری برسونه. یا فکر میکنی به تو نفعی میرسونه؟ الله متعال میفهمد غیر الله متعال هیچ نفعی نمیتونه به تو برسونه. ما لا یضره و ما لا ینفعه. وقتی که غیر الله متعال، مخلوقات الله متعال به صورت عموم نمیتونن نفعی به تو برسانند و نمیتونن ضرری به تو برسانند. ضرر رو مقدم فرمود چون انسان در ضررها بیشتر متوجه میشه به قدرت هایی که احساس میکنه کمکش میکنن. دفع ضرر براش مقدمه بر جلب منفعت. الله متعال میفهمه نمیتونه ضرری از تو دفع بکنه، نمیتونه نفعی به تو داشته باشه. پس چرا این کارو میکنی؟ وقتی که فلانی، فلان پیغمبر، فلان ملک، فلان امام، فلان صحابی، فلان پیر، فلان بزرگ نمیتونه نه ضرری به تو برساند و نمیتونه نفعی به تو برساند غیر الله متعال همه بلا استثناء. خب چرا این کار میکنی؟ چرا میری او رو ندا میکنی؟ چرا ازش میطلبی؟ چرا؟ چه توجیهی داری برای این کارت؟ به غیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. نه دلیل عقلی داری برای این کارت، نه دلیل نقلی برای این کارت داری و نه دلیلی از کتاب الله برای این کارت داری. چرا این کار میکنی؟ این چیه معناش؟ این کار شما معناش چیه؟ معناش گمراهی است. نه تنها گمراهی است، گمراهی آشکاری است. ذلک هو الضلال البعید. این کاری که شما میکنید، تویی که میری پیش غیر الله تعالی به این امید که به تو ضرر، به تو منفعتی برسانه یا اینکه جلب منفعت کنه و یا دفع مضرت، ذلک هو الضلال البعید. این همان گمراهی آشکار است. بعید یعنی دور، خیلی دور رفتی. در گمراهی هم دور رفتی، در این گمراهی هم خیلی دور رفتی. این گمراهی خیلی آشکاره. این گمراهی دیگه تو رو خیلی دور برده از حقیقت. به چه توجیهی آخه؟ نمیتونن به تو ضرری برسانند، نمیتونن ضرری رو از تو دفع بکنن، نمیتونن منفعتی به تو برسانند. چرا میری سراغشون؟ چرا میگی یا فلان مدد؟ حالا هر کی میخواد این فلان باشه، جبرائیل باشه، محمد مصطفی علیه السلام باشه، یا امامی باشه، علی، حسن، حسین، ابوبکر، عمر، فاطمه و عایشه، خواجه عبدالقادر گیلانی و خواجه فلان نقشبند و فلان و فلان. همه در برابر الله تعالی مخلوقن، در یک مستوی و در یک سطحن، در استعانت جسته شدن. ذلک هو الضلال البعید. این گمراهی آشکاری است. یدو اینها میخوانن لمن ضره، کسانی رو که اینجا خواستر است. در آیه قبل فرمود ما میتونه هم ذوی العقول رو داشته باشه هم غیر ذوی العقول، میتونه همه رو در بر بگیره. اینجا یدعو میخواند من در لغت عرب برای کسانی که صاحب عقلن غالبا استفاده میشه. یعنی کسانی که صاحب عقلن، اینها میخوانن انسانهایی رو یا جنهایی رو، اولیای از الله متعال رو که ضره اقرب من نفعه، یا میتونه غیر اولیا هم باشه، انسانهایی رو، اینها جنهایی رو به کمک میخوانند که ضره، که ضرر آن ذاتی که اینها به سراغ او رفتن غیر الله، اقرب من نفع، نزدیکتر است، ضرر اونها به اینها نزدیکتر است تا سودش، یعنی ضررشون بیشتره. احیانا میرن به سراغ کی؟ به سراغ فلان طاغوت. مگر کسانی که فرعون رو میپرستیدن؟ فرعون یک انسانی بود غیر الله، میرفتن سراغش و از او کمک میخواستن. شاید بر اینها منفعتی داشت، مالی بهشون میداد، غذایی به اونها میداد، اما ضره اقرب من نفعه. اما ضرری که به اونها میزد به خاطر این کاری که اینها میکنن، دین و ایمانشون رو میفروختن در برابر اون، خیلی بیشتر از نفعش است. شاید کسانی میگن یا فلان مدد، الان هستن کسانی که
در شرق و غرب زمین یا خواجه سیف الرحمن مدد، یا فلان مدد، یا فلان مدد. شاید اینها به خاطر این ندای خودشون در یک جمعی قرار بگیرن، یک منفعت مادی دنیوی پیدا بکنن. شاید چند تا دوست و رفیق پیدا بکنن، یک جمعی نشستن با هم، بتونن چند صباحی با هم باشن. اما ضرره اقرب من نفع، ضررش بسیار بسیار بیشتره برای اینها از نفعش. یدعو لمن ضره اقرب من نفع لبئس المولى ولبئس العشیر. چه بد یاورانی برای خود گرفتن و چه بد هم نشینانی. لبئس المولى، چه مولای بدی برای خود انتخاب کردن. چه کسایی، این کسانی رو که فکر میکنن میتونن مشکلاتشون رو حل کنن، جای بدی رفتید، اشتباه رفتید. ولبئس العشیر، بعد کسی رو انتخاب کردید برای اینکه همدم بشید باهاش. اینها به درد شما نمیخورن، هیچ مشکلی رو نمیتونن از شما حل بکنند. در مقابل همه این گروه هایی که الله متعال فرمود منکرین، کسانی که علنا مقاومت میکنن، منافقین، کسانی که عبادت میکنن الله تعالی رو به خاطر منافع مادی دنیا، همراه میشن با دیگران تا به یک نوایی برسن. رسیدن ادامه میدن، نرسیدن ول میکنن. و کسانی که غیر الله متعال رو به فریاد میخوانن، موحدین، در برابر اینها چه حالتی دارن؟ اینهایی که حاضر نیستن به مانند اونها باشن، درباره الله تعالی جدال نمیکنن، الله تعالی رو با شرط و شروط عبادت نمیکنن، از غیر الله تعالی کمک نمیخواهند، فقط یا الله میگن و در مسیر الله متعال قالوا ربنا الله ثم استقاموا، میگن رب ما الله تعالی است، فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو استعانت میجوییم و تو رو فقط عبادت میکنیم، و در این مسیر استقامت میکنن و همه مشکلات و سختی ها رو به جان میخرن و عبادت الله متعال رو ترک نمیکنن. اینها موحدین حقیقی هستن که الله تعالی به اونها بشارت میده در ذکر نام اونها بعد از بیان این گروه های منحرف. ان الله یدخل الذین آمنوا، در مقابل این گمراهان الله متعال میفرماید موحدین رو داخل میفرماید الله متعال ان الله یدخل، داخل میکند الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادند. ایمان و عمل صالح، ایمانی صحیح بر منهج توحید و عملی صالح بر منهج پیغمبر و سنت صحیحش. ایمان و عمل صالح. جنت، اینها را الله متعال داخل می‌فرماید کسانی که ایمان داشتن و عمل صالح انجام دادن در باغ‌هایی که تجری من تحتها الانهار، جاری است از فرودست آنها، از زیر این باغ‌ها و قصرهایی که این مردم در آن زندگی می‌کنند، جنتیان. تجری من تحتها الانهار، از فرودست این کاخ‌ها و این درخت‌ها و باغ‌ها نهرها جاری است. ان الله یفعل ما یرید، الله تعالی انجام میده آنچه را که بخواهد، بله این کارو میکنه. الله متعال موحدین و مؤمنین رو میبره به جنت و در جنت اونها رو مورد اکرام قرار میده، در مقابل اون عذاب حریقی که، عذاب سوزانی که به غیر موحدین وعده داد، الله تعالی میتونه این کار بکنه، میکنه این کار. ان الله یفعل ما یرید، الله متعال هر چه بخواد انجام بده انجام میده، اراده بکنه انجام میده. مؤمنین رو در جنت میبره، نعمت میده، اکرام میکنه، در دنیا هم اونها رو پیروز میکنه بر شما مشرکین، مخالفین توحید، دشمنان اسلام مسلمین. هر کاری بکنید الله تعالی مؤمنین رو یاری میکنه. من کان یظن، هر کسی که گمان میکنه
لن ینصره الله، که هرگز یاری نخواهد کرد او رو. لن ینصره، هرگز یاری نخواهد کرد. ینصره هو، این ضمیر برمیگرده به یک ذاتی. کسی که فکر میکنه الله یاری نخواهد کرد هرگز او رو، لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، کسانی که فکر میکنن الله تعالی او رو یاری نخواهد کرد در دنیا و آخرت. این او کیست؟ رسول الله علیه الصلاة و السلام. در این آیه ذکر نشده ایشون نامش، اما از محتوای آیه و سیاق و سباق دلالت مشخصه که مراد از ینصره هو، این ضمیر هو در کلمه ینصره، آن اگر گمان میکنه، هر کسی که گمان میکنه که الله تعالی هرگز او رو یاری نخواهد کرد در دنیا و آخرت. وقتی این آیه نازل شد، کیها گمان میکردن که الله تعالی او رو یاری نخواهد کرد در دنیا و آخرت؟ دشمنان رسول الله علیه السلام گمان میکردن، مشرکینی که به الله اعتقاد داشتن، به وحدانیت الله مشکل داشتن. خود ابو لهب، ابو جهل الله را قبول داشتن. ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اونها بپرسی که خالق آسمان ها و زمین کیست، میگویند حتما، قطعا و یقینا، با تو تاکید الله. ابو جهل و ابو لهب الله را قبول داره، مشکلی با ذات الله نداشت. مشکلش در مشرکینی بود که با الله نصیب اونها رو تقسیم میکرد. میگفت الله تعالی اختیارات عالم رو داده به هبل و عزا و لات و منات و فلان و فلان. اولیای الله تعالی هستن، در امور عالم شریکن با الله تعالی. اینها میرن شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن. مشکلش این بود کسانی که فکر میکردن الله متعال رسول الله علیه السلام رو هرگز یاری نخواهد کرد. الله متعال میفهمد هر کسی که فکر میکنه که الله متعال رسولش رو و بعد از رسولش کسانی که بر منهج رسولش هستن رو یاری نمیکنه در دنیا و در آخرت، چیکار باید بکنه؟ من کان یظن لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، کسی که فکر میکنه الله تعالی هرگز پیامبرش یاری نمیکنه در دنیا و آخرت، الله این کارو میکنه. تویی که نمیتونی تحمل بکنی و شدت خشم و غضب داری میمیری که موحدین روز به روز دارن پیشرفت میکنن و بیشتر میشن و توحید داره نشت پیدا میکنه و شرک داره کمتر میشه و این خشم میتونی فروکش کنی، یه پیشنهاد بهت میشه. ولی هم دود، هر کسی که نمیتونه تحمل بکنه پیشرفت توحید رو و راه محمد مصطفی علیه السلام رو و گسترش توحید و کم شدن شرک رو، فلیمدد به سبب، اگه خیلی عصبانی، شما خیلی عصبانی هستی، فلیمدد، شما دراز کن. از مد گرفته میشه، یعنی کشیده شدن، بکش. به سبب، سبب اینجا معنای دو معنی داره. یک معناش تناب هست، تناب، ریسمان. یک ریسمانی بکش الی السما، به سوی سقف. یک از معانی سما یعنی آن چیزی که بالاست. سما هر چیزی که در بالا قرار میگیره. یکی از معانی سقف، آنچه که بالای خانه قرار میگیره، روی دیوارها. فلیمدد به سبب الی السما، پس بکش یک تنابی، ریسمانی به سقف، برو رو سقف یک ریسمانی آویزان کن، خودتو حلق آویز کن، دار بزن خودتو. ثم لیقطع، ثم سپس لیقطع، قطع کن نفس خودت رو، خودتو خفه کن. فلیمدد، اینها مراد، این تعبیرها غایب است. هر کسی که فکر میکنه الله تعالی پیامبرش یاری نمیکنه و دینش رو و توحید رو، الله تعالی این کارو میکنه. اگر این نمیتونه تحمل بکنه، بره یک تنابی آویزان بکنه به سقف، خودش رو حلق آویز کنه، اعدام بکنه، تو ملیقطع، نفس خودش رو قطع کنه، خفه کنه خودش رو. فلینظر، و ببینه که هل، آیا یذهبن، آیا میبرد کیدوه، این حیله‌ای که انجام داد، این کاری که انجام داد، ما یغیظ، آنچه که او را عصبانی کرده، آیا این خشمش رو فروکش میکنه یا نه؟ خلاصه موضوع این هست کسانی که نمیتونن ببینن که توحید نشر پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، الله تعالی دینش رو یاری میکنه، پیامبرش رو نصرت میکنه، توحیدش رو نصرت میکنه، یریدون لیطفئوا نور الله، اینها میخوان نور الله تعالی رو خاموش بکنه، والله متم نوره، الله تعالی این کار رو خواهد کرد، نورش رو تکمیل میکنه، این اسلام گسترش پیدا میکنه و روز به روز بیشتر میشه
روز به روز تعداد مسلمانان بیشتر میشن و توحید در خانه های مشرکین جا پیدا میکنه، جای شرک رو توحید میگیره. کسانی که نمیتونن تحمل بکنن چیکار کنن؟ یک تنابی بردارن، آویزان کنن سقف، خیلی عصبانیان، خیلی خشمگینن که چرا توحید داره گوشترش پیدا میکنه. شما با کشتن موحدین آروم نمیشید. نمیتونید با اعدام کردن موحدین و به زندان انداختن موحدین جلوی توحید رو بگیرید. نمیتونید. آرومتون نمیکنه. یک پیشنهاد الله تعالی برای شما مشرکین داره. تناب ببندید، خودتون رو حلق‌آویز کنید، خفه کنید خودتون رو. ببینید که آیا این کار میتونه شما رو آروم کنه یا نه. این کار میتونه شما رو آروم کنه یا نه. قل موتوا بغیظکم. مادرین رو ما در سوره مبارکه آل عمران داشتیم آیه 120. از شدت خشم بمیرید. از شدت این خشم و عصبانیتتون خفه شید، بمیرید. این یک معنای آیه است. کسانی که گمان میکنن الله تعالی پیامبرش رو یاری نمیکنه، فلیمدد بسبب الی السما. یک تنابی رو آویزان کنید به سقف، خودتون حلق آویز کنید، فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. ببینید بعد آیا آروم میشید یا نمیشید. شاید این شما رو آروم کنه. هرگز آروم هم نمیشن. معنی دیگرش، کسانی که فکر میکنن من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخره، کسانی که فکر میکنن الله تعالی رسولش رو و مؤمنین رو در دنیا و آخرت نصرت نمیکنه، اینها فلیمدد، پس اینها کش بدن خودشون رو به سبب این، یک سببی پیدا بکنن، وسیله پیدا کنید به اون متوسل بشید. الی السما، برید به آسمان. نصرت این پیامبر و توحید و موحدین از آسمان میاد. نمیتونید تحمل کنید، جلوش رو بگیرید. چطور میشه جلوش رو گرفت؟ برید به آسمان. برید به آسمان ها، جلوی وحی رو بگیرید، جلوی رحمت های الله تعالی رو بگیرید. ثم لیقطع، برید به آسمان ها قطعش کنید. نگذارید این نصرت بیاد پایین، نگذارید این یاری از سمت الله تعالی برسه به اینها. قطع کنید اگه میتونید. بعد ببینید اون موقع آیا این کار شما فایده میکنه؟ آیا این حیله شما میگید از آسمان اینها یاری میشن؟ اینها رو الله تعالی یاری میکنه. میتونید جلوش رو بگیرید، برید بالا به آسمان، برید جلوی نصرت الله تعالی رو بگیرید. نمیتونید این کار بکنید و این حیله شما رو نمیتونه آروم بکنه. اگه برید هم که قطع بکنید، باز هم این کار شما نمیتونه شما رو آروم بکنه، چون نمیتونید بگیرید جلوش. جلوی پیشرفت توحید رو هیچ نمیتونید بگیرید مگر این خودتون رو بکشید. قل موتوا بغیظکم. بکشید خودتون رو، شاید آروم بشید. با کشتن موحدین و اعدام کردن موحدین اون خشم و کینه درونی شما فروکش نخواهد کرد. یک راه داره، خودتون رو اعدام کنید، خودتون رو خفه کنید، شاید آروم بشید و نمیشید. فایده نداره براتون. دست بردارید از مبارزه با توحید، بیاید به جمع موحدین بپیوندید، در قافله توحید داخل بشید، اون موقع آروم میشید. وگرنه دشمنی شما با اهل توحید شما رو خفه میکنه. خفه هم بشید باز آروم نمیشید. و کذالک انزلناه آیات بینات. به این گونه من الله با عظمت نازل کردم این آیات واضح و آشکار. و ان الله، و این گونه است که الله تعالی یهدی من یرید، هر کسی که اراده بکنه هدایت میکنه. هدایت به دست الله تعالی است، اما یک حرکتی میخواد از سمت مؤمن و مسلمان و یک بنده‌ای که میخواد به سمت الله تعالی بره. هدایت به دست الله تعالی است برای بندگانی که میخواهند و طالب هدایتن. کسانی که بخواهند الله تعالی اونها رو هدایت میکنه. کسانی که نمیخواهند روی گردان میشن. عده‌ای به دنبال حقن، یک روزی به حق و حقیقت میرسن، طالب حقن، هر جا حق رو ببینن میپذیرن. عده‌ای دیگری به دنبال اینن که ثابت کنن بر حقن، اینا هرگز به حقیقت نمیرسن، چون همش تلاش دارن و جدل دارن به غیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. بدون علم، بدون هدایتی، بدون یک کتاب روشنی میخوان ثابت کنن که خودشون بر حقن. فقط هر چی دیگران بگن توجیه میکنن، جدال میکنن، نمیپذیرن. ان الله یهدی من یرید. هدایت رو باید از الله طلب کرد، توفیق هدایت. اهدنا الصراط المستقیم. چرا ما در هر رکعت نماز از الله تعالی میخوایم که ما رو هدایت بکنه؟
چون انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این نعمت عظیمی است، هدیه‌ای بزرگی است که الله تعالی به هر کسی که بخواد میبخشه و این شایستگی رو الله باید در وجود ما ایجاد بکنه تا ما بتونیم که هدایت بشیم. ان الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، والذین هادوا، کسانی که یهودی بودند، و الصابئین و صابئین. صابئین رو برخی از مفسرین به عنوان ستاره پرستان ترجمه کردن. در فارسی هم برخی گفتن صابئین ستاره پرستان. صابئین قومی هستند یا پیروان آیینی هستند، تعبیر صحیح‌تر، به نام دین الصابئه، بساط الصابئه. عزیزانی که دوست دارن درباره این دین تحقیقاتی داشته باشن میتونید در اینترنت سرچ بکنید الصابئه. صابئه مندایی هم به اونا میگن. یک گروهی هستن که برخی از انبیای الهی باور دارن و یحیی علیه السلام رو پیامبر آخر میدانن برای خودشان و اینها بر این باورن. خلاصه مهمترین عقایدشون این هست که الله متعال ذاتی است ازلی که مثل خودشون رو نداره. تا اینجاش قابل پسند است. اما الله متعال 360 ذات دیگر خلق کرده که گفته به اونها اسمشون رو آورده و اونها خلق شدن و اونها رو صاحب اختیار کل عالم قرار داده و تمام اختیارات خودش رو به این 360 ذات داده که اینا نه خدا هستن و نه ملک هستن، اما تمام آنچه که الله متعال میخواد انجام بده، خدا میخواد انجام بده، اینها انجام میدن. اینها هستن که باران میارن، شفا میدن، روزی میدن. یک چیزی شبیه آنچه که برخی درباره امامان اعتقاد دارن. اینها مشرکند از اونجایی که با الله متعال 360 ذات دیگر رو شریک کردن و میگن الله متعال به اینها اختیاراتی داده، هر کدوم اختیاراتی از عالم رو به عهده دارن و اینها هستن که کارهای الله متعال و خدا رو انجام میدن، حالا خدا به تعبیر خودشون، و اینها محل سکونتشون در ستارگان است. این 360 ذات در ستارگان سکنا گزیدن، عالمی از انوار دارن برای خود هر کدوم و به این خاطر ستارگان رو مقدس میدونند. ستارگان رو مقدس میدانند چون اونها رو محل سکونت این ذات ها میدانند. شاید به این خاطر برخی مفسرین صابئین رو ستاره پرستان ترجمه کردن. در اصل اینها ستاره پرست به این معنا که ستاره ها رو خالق بدانن نیستن. تقدیس اینها به ستارگان به خاطر این هست که ستارگان رو محل سکونت ذات هایی میدانن مقدس که الله متعال اونها رو خلق کرده، 360 ذات به تعداد روزهای سال که به اونها اختیاراتی داده و این اختیارات رو اونها دارن و تمام امور عالم رو تدبیر میکنن و اینها در ستارگان زندگی میکنن. اینها صابئین هستن. این الذین آمنو، میتونین تفاصیل زندگیشون رو، محل سکونتشون فعلا بیشتر در عراق هست. اینها از اونجایی که یکی از معابدشون همیشه در کنار یک نهر جاری، یک رودخانه جاری باید باشه و یکی از مهمترین عبادت‌هاشون غسل هست، شبیه مسیحیان در یک رودخانه جاری برای شستن گناهانشون و بقیه عبادت‌هایی که دارن. اینها پیوسته در کنار نهرها بودن، مخصوصا بین النهرین، در بین دجله و فرات در سرزمین عراق. در تاریخچه‌شون هنوزم بعضی از اینها در سرزمین عراق و حتی در جنوب غرب ایران هم در مرز عراق در سرزمین اهواز اینها برخی از اینها زندگی میکنن و صابئین تا امروز هم هستن و به تفصیل میتونید درباره اعتقاداتشون برید و مطالعه بکنید. صابئین اینها الله متعال میفرماید کسانی که ایمان آوردن، یهودیان، این صابئین، و النصارى مسیحیان معروفن، و المجوس، مجوس در تنها جایی که در قرآن کریم کلمه مجوس ذکر میشه در این آیه است. مجوس آتش پرستان هستند که در سرزمین ایران تاریخشون بیشتر معروف هست و وقت برنامه اجازه نمیده که به تفصیل درباره صحبت بکنیم. و المجوس آتش پرستان، و الذین اشرکوا، و کسانی که شرک ورزیدند به صورت عموم، و همه کسانی که بر الله تعالی شرک آوردن، گرچه همین هایی که هادو، صابئین، نصارا، مجوس، اینها در اشرکو داخلن، همه اینها شرک کردن. به صورت خاص اونها رو الله متعال ذکر کرد چون گروه های معروفتر و مشهورتری بودن، و به صورت عام والذین، و همه کسانی که شرک کردن، ان الله یفصل بینهم، الله متعال در بین اینها
حکم خواهد کرد. یوم القیامه، روز قیامت. ان الله علی کل شیء شهید. الله متعال بر هر چیزی گواه است و شاهد و ناظر هر چیزی است. الله متعال خودش حکم خواهد کرد روز قیامت در بین این فرقه ها که حق با کیست و کدامشان بر حق خواهد بود. و در کتاب خود برای ما بیان نموده که غیر از موحدین همه بر مسیر گمراهی پیش می روند و کسانی که غیر الله متعال رو می خوانند من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعید. کسانی که غیر الله متعال رو به فریاد می خوانند به هر نامی، این گمراهی و ضلالت بزرگی است و رستگاری در توحید است. اجازه بدید که تلاوت این آیات رو با صدای شیخ احمد النفیس بشنویم. تلاوت نفیسی از شیخ نفیس که شاید خیلی از عزیزان برای اولین بار صدای اینشون رو میشنون. باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با آیات دیگر. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا أعوذ بالله نحيا بالقرآن نحيا
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و به بندگانم بگو سخنی بگویید که بهترین است، چرا که همانا شیطان در میان شما نزاع و دشمنی می افکند. همانا شیطان دشمن آشکار انسان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما آنچه را که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم تا انسانها را بیازماییم که کدام یک از آنها بهتر عمل می کنند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بله سلامه دوباره خدمت شما خوبان و سروران. تلاوت آیات مبارکه حج رو از صدای شیخ احمد النفیس شنیدیم. می‌شاره که لذت کافی رو برده باشید. الله متعال در ادامه آیات سوره مبارکه حج باز ما رو به تفکر می‌خواند تا در آفرینش آسمان ها و زمین تفکر بکنیم که چگونه الله متعال مخلوقاتی خلق کرده که همه فرمان بردار او هستند در قوانینی که در طبیعت گذاشته است. آن قوانینی که ما امروز ازش به اسم نجوم، فیزیک و شیمیا، کیمیا صحبت میکنیم و ریاضیات و آنچه به اسم علوم روز از علوم جانورشناسی، زمین شناسی و شعبه‌های مختلف علوم صحبت میشه، همه قوانینی است که الله متعال در مخلوقات خود قرار داده است و هیچ کدوم از این مخلوقات از قوانین الله متعال سرپیچی نمی کنن و تابع و فرمان بردار الله متعال هستند. الله متعال در آیه 18 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تری، آیا نمی بینی که ان الله، همانا الله متعال ذاتی است که یسجد له، سجده می کنند برای او. اینجا مراد از سجده انقیاد و طاعت و فرمان برداری است. یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، هر آن شیئی که در آسمان است، در آسمان هاست و هر آنچه که در زمین است. الله متعال در آسمان ها و زمین همه مخلوقاتش رو میفهمد که برای من سجده میکنن، طاعت میکنن، عبادت میکنن، من رو به تسبیح و تقدیس من مشغولن، فرمان بردارن. و این من شیء الا یسبح بحمده تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام آسمان های هفتگانه و زمین و هر آنچه که ما بین آسمان ها و زمین است و هیچ چیزی نیست که به تسبیح الله متعال مشغول نباشد. الله متعال می‌فرماید همه اینها به تسبیح من مشغولند و این من شیء الا یسبح بحمده. هیچ ذره‌ای در عالم نیست مگر اینکه به تسبیح الله متعال مشغول است، اما شما نمیدانید زبان تسبیح آنان رو که چگونه است. یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، هر آنچه که در آسمان هاست و زمین برای الله متعال عبادت میکنند و طاعت و فرمان بردار او هستند و منقاد دستورات او. و الشمس و القمر، خورشید با آن عظمتش، ماه تابان در شب تاریک
و النجوم و تمام ستارگان به صورت عموم، ماه و خورشید و ماه به خاطر این بیشتر در ابتدا ذکر شدن چون بیشتر ما با اونها سر کار داریم و میشناسیم. و نجوم همه ستارگان، میلیاردها ستاره عظیم در آسمان است. و الجبال و تمام کوها، چقدر زیادن کوهایی که روی زمین سر به فلک کشیده اند، میلیون ها بلکه میلیاردها تن سنگ و معادن فلز، معادن دیگر، عنصرهای عجیب که الله متعال با شگفتی و عظمت اونها رو خلق کرده و الله متعال میفرماد اینها مخلوقات منند و همه فرمان بردار دستورات من. و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و تمام درختان و گیاهان و دواب و تمام جنبندگان، دواب تمام جانوران و جنبندگان، هر آنچه روی زمین جان دارد و می جنبد به تسبیح الله متعال مشغول است و عبادت او و فرمان بردار اوست. و کثیر من الناس، تا اینجا هر آنچه که از مخلوقات الله متعال ذکر شده همه طاعت و فرمان بردار، طاعت میکنن او رو و فرمان بردار او هستن. وقتی صحبت به انسان ها میرسه، انسان ها دو گروه میشن، تمام مخلوقات غیر انسان ها و جن ها، همه رو الله متعال میفرماید و ان من شیء الا یسبح بحمده، همه به تسبیح الله متعال مشغولند. اما انسان ها که میرسه و کثیر من الناس، بسیاری از انسان ها و جن ها هم سجده میکنن الله متعال، بسیارن. و الشجر و الدواب و کثیر من الناس، بسیاری از مردم هم، از انسان ها از جن ها الله متعال رو سجده میکنند. سجده اوج نزدیکی و طاعت است به الله متعال. در سجده انسان نزدیک میشه به الله متعال. و کثیر من الناس، بسیارن کسانی که الله رو از انسان ها و جن ها سجده میکنند. اما در مقابل و کثیر حق علیه العذاب، بسیارن کسانی که بر اونها لازم شده است عذاب الله متعال. و من یهن الله، و هر آن کسی رو که الله متعال خوار گرداند، فما له من مکرم، فمن یهن الله، کسی رو که الله متعال خوار کند، فما له من مکرم، چه کسی است که او رو کرامت ببخشد. ان الله یفعل ما یشاء، الله متعال هر کاری رو که بخواد انجام خواهد داد. اگر کسی رو الله متعال بخواد خوار بکنه و ذلیل بکنه، هیچ کسی نیست که او رو عزت بده، و اگر کسی رو عزت داد، هیچ کسی نخواهد بود که بتونه او رو ذلیل کنه. ان الله یفعل ما یشاء، هر کسی رو که الله متعال هر کاری رو که بخواد انجام خواهد داد، هر آنچه رو که اراده بکنه. عزت و ذلت به دست الله تعالی است. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، هذان این دو گروه، اون گروهی که فرمود کثیر من الناس که سجده میکنن و کثیر حق علیه العذاب، این دو گروهی که گروهی سجده میکنن الله متعال رو و طاعت بردار و فرمان بردار او هستند، و گروهی که بر آنها عذاب الهی مقدر شده است و قبول نمیکنن اطاعت و فرمان برداری الله متعال رو. این دو گروه هذان خصمان، این دو گروه مخالف و دشمن هم، اختصموا فی ربهم، با هم درباره پروردگارشان به جدال و دشمنی پرداختند. اینها موحدین در یک طرفن و غیر موحدین در طرف دیگر. فالذین کفروا، کسانی که غیر موحدن و کافر شدن، قطعت، این نتیجه نبرد، این نبرد ادامه داره تا روز قیامت، نبرد بین موحدین و غیر موحدین، نبرد بین موحدین و غیر موحدین، و مشخصه که بازنده این نبرد کیست؟ غیر موحدین. فالذین کفروا، کسانی که کافر شدند به الله متعال و توحیدش، قطعت لهم، برای آنها، قطعت از قطعه گرفته میشه، برای آنها اندازه گرفته شده است، برای آنها دریده شده پارچه‌ای. قطعت لهم ثیاب، برای آنها لباسی اندازه گرفته شده. قطعت لهم ثیاب
اندازه گرفته شده برای آنها لباسی من نار، از آتش. اشاره به این داره که اینها در دوزخ چنان در آتش غرقند که سراپای وجود اونها رو آتش گرفته و گویی که لباسی از آتش برای آنها فراهم شده و اندازه گرفته شده. قطعت لهم ثیاب من نار، اینها سراپای وجود اونها رو آتش فرا خواهد گرفت. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، بریخته می شود از بالای سر آنها، فوق رؤوسهم، بالای سر آنها ریخته خواهد شد الحمیم، آبی جوشان و سوزان. آبی جوشان بر فرق سر آنها ریخته خواهد شد. یسحر به ما فی بطونهم، این آب به حدی جوشان است و داغ است که یسحر به ما فی بطونهم، ذوب می کند، ذوب می شود با آن آب آنچه که در شکمهای آنهاست. و الجلود، و پوست آنها. این آب جوش وقتی که بر سر ریخته میشه پوست رو می سوزانه و ذوب میکنه و از بین میبره و بدن رو و پوست بدن رو و نفوذ میکنه به داخل بدن، و وقتی به داخل بدن نفوذ میکنه اونجا دیگه ما فی بطونهم رو هم، هر چی که در شکم هست رو هم از بین خواهد برد و اونها رو ذوب خواهد کرد. و دوباره الله متعال دستور میده تا پوست به حالت اول بازگرده به آنچه که در شکم هاست و این حکایت ادامه پیدا میکنه. یسحر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید، و برای آنها مقامعی است از آهن. مقام جمع مقمعه به معنای گرز است و تازیانه‌ای که بر سرهای اونها فرود خواهد آمد در این هنگام و در این حالتی که تصورش تن انسان رو می‌لرزانه و مو به تن انسان سیخت میشه. ولهم مقامع من حدید، برای آنها گرزهایی از آهن خواهد بود و شلاق‌ها و تازیانه‌هایی از آهن. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر آن لحظه‌ای که اراده می‌کنند تا خارج گردند از این آتش و دوزخ، من غم، و خود را برهانند از غم و غصه عظیمی که در او گرفتار آمدن، اعیدوا فیها، دوباره در آن بازگردانده می‌شوند. و ذوقوا، و با آنها گفته می‌شود که ذوقوا، بچشید، عذاب الحریق، آن عذاب سوزانی که به شما وعده داده شده بود. در مقابل کسانی که موحد بودند و قبول کردن دعوت الله متعال رو و توحید رو، ان الله متعال یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، داخل میگرداند کسانی رو که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، جنات، در باغ‌هایی که تجری من تحتها الانهار، جاری است در فرودست آن نهرها، یحلون فیها، آنجا زینت میشوند، از حلی گرفته میشه، یحلون به معنای زینت، یحلون فیها، آنجا زینت داده میشوند، فیها در جنت، من اساور، از دستبندهای، من ذهب، از طلا، و لؤلؤ، و مروارید، دستبندهای از طلا و مروارید به آنها داده خواهد شد در جنت. و لباسهم فیها حریر، و لباسی که در آنجا می پوشند، لباس جنتیان و لباس کسانی که در جنت هستند حریر است، ابریشم. در دنیا الله متعال به زبان رسولش علیه السلام بر این امت استفاده از ابریشم رو و طلا رو برای مردان حرام اعلام کرده است و رسول الله علیه السلام فرمود کسی که در این دنیا ابریشم به تن کند در جنت نخواهد رفت، و در آخرت کسی که ابریشم به تن نکند به جنت نخواهد رفت. چرا که در جنت همه ولباسهم فیها حریر، لباسی از ابریشم نازک و ضخیم سبز رنگ، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، لباسی ابریشمین ضخیم و نازک، لباسهای مختلفی از ابریشم با رنگهای سبز و فاخر خواهند پوشید. و هدوا الی الطیب من القول، و هدایت خواهند شد، راهنمون خواهند گشت، اونها رو راهنمایی خواهند کرد ملائکه جنت، الی الطیب من القول، به بهترین
کلام اونجا دیگه هیچ لغو و لعبی نخواهند شنید، کلام لغو و بیهوده‌ای به گوششون نخواهد رسید و اونجا همه چی کلام‌های زیبا، بشارت‌های زیبا و صحبت‌های بسیار زیبا و نیکو خواهند شنید. و هدو الی الطیب من القول و هدو الی صراط الحمید، و رهنمون خواهند شد، راهنمایی میشوند به سوی راهی ستایش شده. صراط الحمید، حمید از حمد میاد، گرفته میشه معنای ستایش. حمید یعنی ستایش شده. صراط الحمید، راهی که ستایش شده است که راه جنت است. معنی دیگری رو هم مفسرین برای این آیه گذاشتن. و هدو الی الطیب من القول، در دنیا به سمت کلام‌های خوب و زیبا که قرآن است و سخنان رسول علیه السلام رهنمون میشوند. و هدو الی صراط الحمید، و رهنمون میشوند به راه ستایش شده که راه توحید است و راه اسلام. و معنی دیگر و هدو الی الطیب من القول، و به سوی کلام توحید که بهترین کلام است رهنمون میشوند در این دنیا. و هدو الی صراط الحمید، و در آن دنیا رهنمون خواهند شد به سوی راه جنت که راه ستایش شده است. امیدواریم که الله متعال به ما و شما این توفیق را بده تا جزء این گروه باشیم که هدو الی الطیب من القول و هدو الی صراط الحمید. و این بر الله متعال سخت نخواهد بود. از الله متعال خواهانیم تا همه ما و شما و امت ما رو در زمره موحدین قرار بده و کسانی که در آخرت سرافراز و سربلند در معیت انبیا، صدیقین و شهدا و صالحین در جنت داخل می شوند. و همه ما و شما را الله متعال نجات بده از عذاب دوزخ و از شرک و از فتنه هایی که در دنیا و آخرت در مسیر راه ماست. برای خودمون تا آخرین لحظه حیات از الله متعال استقامت بر مسیر توحید و حسن خاتمه رو خواهانیم. و برای همه گذشتگانمون، پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، دوستان و عزیزان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان بخشش، رحمت و مغفرت رو طلب میکنیم. و همه شما عزیزان رو از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و همراهی نمودید سپاسگزاریم. از احمد جان عزیز، کارگردان محترم برنامه، فرید بزرگوار و همه دستن در کاران پشت صحنه که پیوسته تلاش میکنند تا این ارتباط قرآنی بین ما و شما برقرار باشد، نهایت سپاس رو دارم. حسن ختام متروتی این آیت خواهد بود با صدای شیخ احمد النفیس. الله نگهدارتان. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان
إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا.